Hallo und herzlich willkommen zu meinem ویدیو. سلام و به یه ویدیو دیگه با کانال من خوش اومدین. امروز میخوایم توی این درس یاد بگیریم که چطور درباره وضعیت تأهلمون صحبت بکنیم و این ویدیوی پنجم از پلیلیست مکالمه های ساده آلمانی در سطح A1 هست. Los geht's! بزن بریم! Der Familienstand. Wiederholen bitte. Der Familienstand. Familienstand میشه وضعیت تأهل. Ledig oder Single. Wiederholen bitte. Ledig. Single. هر دوشون به معنی مجرد هست. خب کلمه سینگل رو که میشناسید از انگلیسی. کلمه لدیش یه مقدار رسمی تر معمولا توی فرم های رسمی آلمانی زمانی که مثلا میخواید وضعیت تأهل خودتون رو پر بکنید اونجا گزینه مجرد رو شما لدیش میبینید. ولی وقتی میخواید به خانواده‌تون، به دوستانتون، به کسایی که باهاشون فضای رسمی ندارید بگید که من توی رابطه ای نیستم یا ازدواج نکردم، از کلمه سینگل استفاده میکنین. Ich bin ledig. من مجرد هستم. بچه‌ها وقتی که ما ledig استفاده میکنیم به این معنی هستش که من ازدواج نکردم، مجردم، ولی اطلاعات دیگه‌ای درباره رابطه خودش به همون نداده. یعنی ممکنه که مثلا توی یک رابطه‌ای با کسی باشه ولی مجرده و ازدواج نکرده. ولی وقتی میگم mein Bruder ist Single یعنی برادر من نه توی رابطه‌ای هست نه ازدواج کرده. این Beziehung oder vergeben. Wiederholen bitte. In Beziehung. Vergeben. این Beziehung میشه relationship توی انگلیسی. میگه توی رابطه بودن. اوکی؟ Beziehung. این Beziehung توی رابطه بودن. و کلمه vergeben میشه دادن. یک فعلیه به معنی دادن در زبان آلمانی. وقتی میگی vergeben یعنی این داده شده به کسی از قبل. اوکی؟ به این معنیه. برای اینکه بتونیم ازشون استفاده کنیم میتونیم بگیم Ich bin in einer Beziehung. Ich bin in einer Beziehung. من توی یک رابطه ای هستم. شاید براتون سوال بشه که چرا داریم اینجا از کلمه eine استفاده میکنیم. شاید یه سریاتون داتیو و آکوزاتیو رو نشناسید ولی اینجا حرف اضافه این که در واقع قبلا براتون توی درسای قبلی توضیح داده بودم که یک وکسل پرپوزیسیون هستش میتونه بعضی وقتا نقش آکوزاتیوی یا بعضی وقتا نقش داتیوی داشته باشه در کلمه های بعدی خودش. اینجا به خاطر اینکه من دارم میگم که من توی یک رابطه‌ای هستم و یک وضعیت ثابت و غیر حرکتی رو دارم راجبش صحبت میکنم در واقع آرتیکلم رو تبدیل به داتیو کرده. ولی نیازی نیست که الان اصلا خیلی عمیق روی این موضوع بخواید فکر بکنید. شما فقط به خاطر بسپارید که وقتی میخوایم بگیم من توی رابطه هستم میتونیم از جمله Ich bin in einer Beziehung استفاده کنیم. Ich bin vergeben. Ich bin vergeben. من تو رابطه هستم. Verlobt میشه نامزد شده. یعنی کسی که نامزدی کرده با کسی و قراره که حالا به زودی با هم دیگه ازدواج بکنن. Ich bin verlobt. Ich bin verlobt. Anna, bist du verlobt? Tom, nein, ich bin ledig. وقتی من میگم ich bin verlobt یعنی من نامزد شده هستم. دارم از این صفت برای خودم استفاده میکنم. همونطور میتونم با فعل sein این رو سوالی هم از کسی بپرسم. میتونم بگم bist du verlobt? Verheiratet. Wiederholen bitte. Verheiratet. بچه‌ها میشه متأهل. الان اینجا دارید فعل heiraten رو میبینید. فعل heiraten میشه ازدواج کردن و اینجا صفتی که من میتونم به عنوان شخص متأهل اشاره بکنم کلمه verheiratet میشه. پس میتونم بگم Ich bin verheiratet. من متأهل هستم. Anna, bist du verheiratet? Tom, ja, ich bin verheiratet. Meine Frau heißt Julia. Getrennt از فعل trennen میاد یعنی دو نفر که دارن جدا از همدیگه زندگی میکنن. این با طلاق فرق میکنه. دو نفر هنوز با همدیگه رسما زن و شوهر هستن ولی جدا از هم زندگی میکنن. Wiederholen bitte. Getrennt. Ich bin
getrennt. Meine Eltern sind getrennt. Meine Eltern sind getrennt. وقتی از یک کلمه‌ای مثل Eltern استفاده میکنم که جمع هستش، حالا میخوام بگم والدین من جدا شده هستند. اوکی، getrennt هستند. پس باید فعل sein رو برای جمع اینجا صرف بکنم. به خاطر همین از sind استفاده کردم. geschieden. geschieden. wiederholen bitte. geschieden. طلاق گرفته. پس این دوتا با هم دیگه فرق دارن. Ich bin geschieden. Ich bin geschieden. Oder meine Eltern sind geschieden. Meine Eltern sind geschieden. Verwitwet. Verwitwet. بیوه. کسی که همسرش فوت کرده. Verwitwet. Meine Oma ist verwitwet. Meine Oma ist verwitwet. اینجا هم داریم از verwitwet به عنوان یک صفت استفاده می کنیم. اگر بخوایم بیوه رو در حالت اسم خودش استفاده بکنیم، برای خانومی که بیوه هست از کلمه دی ویتوه استفاده می کنیم و برای آقایی که بیوه هست از کلمه د ویتوه استفاده می کنیم. دی Witwe, der Witwe. Wiederholen bitte. Sie ist eine Witwe. Sie ist eine Witwe. Er ist ein Witwe. Er ist ein Witwe. اگر بخوام درباره وضعیت تأهل کسی ازش در حالت رسمی یا فرمل سوال بپرسم، میتونم بگم Was ist Ihr Familienstand? Was ist Ihr Familienstand? Familienstand شما چیه؟ وضعیت تأهل شما چیه؟ دارم محترمانه این رو ازشون میپرسم. Oder Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? آیا شما متأهل هستین؟ Sind Sie ledig oder verheiratet? Sind Sie ledig oder verheiratet? شما مجرد هستین یا متأهل؟ حالا اگر بخوام این فرمل بپرسم از دوستم، از رفیقم، از کسی که باهاش صمیمی هستم، Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? تو متأهل هستی؟ oder Bist du ledig? Bist du ledig? دقیقاً اونجا داشتم از زی بزرگ استفاده می کردم و فعل sein رو هم برای زی بزرگ صرف می کردم و اینجا دارم از دو استفاده می کنم به معنی تو. Bist du ledig? Bist du in einer Beziehung? Bist du in einer Beziehung? تو در رابطه هستی؟ تو رابطه هستی؟ کلمه Freund در زبان آلمانی به معنی دوست پسر میشه. اوکی؟ میتونه یه دوست معمولی باشه که پسر هست یا میتونه دوست پسرمون باشه. مثلا اگر من بگم mein Freund که دارم به خودم اون رو نسبت میدم، قاعدتا منظورم اینه که دوست پسر من. اوکی؟ پس بسته به جایی که تو جمله دارم استفاده میکنم و شرایط جمله میتونه معنی دوست عادی رو بده یا میتونه معنی دوست پسر رو بده. همین اتفاق دقیقاً برای دوست دختر هم میفته. Freundin هم به معنی دوستی هستش که دوست معمولی منه و دختره، هم میتونه به معنی دوست دختر باشه. Meine Freundin، دوست دختر من. مثلا میتونم بپرسم Hast du eine Freundin؟ اینجا دارم در واقع این رو میپرسم که آیا دوست دختر داری؟ Hast du einen Freund؟ اگه برای دوست پسر بخوایم این رو بگیم. حالا اینجا یه اتفاقی هم داره برای ein میفته که تبدیل به einen شده به خاطر آکوزاتیو، چون فعل haben مفعول آکوزاتیو میسازه که اینو بعداً با هم دیگه یاد میگیریم. ولی تو خاطرتون باشه که اگر بخوایم از کسی بپرسیم که آیا دوست پسر داری، بتونیم بگیم Hast du einen Freund؟ خب بچه‌ها، میخوایم با هم دیگه یه تمرین انجام بدیم که یکم هم برمیگرده به درس‌های قبلیمون، هم درس جدیدی که با هم یاد گرفتیم که یه دوره‌ای کنیم. من اینجا براتون یه اطلاعاتی گذاشتم. این شخصی که اینجا عکسش رو میبینید نوشتم نام پاول. اسمش پاوله. Alter 26. سنش رو نوشتم براتون. Herkunft کشوری که ازش اومده، مبدئی که ازش اومده، Frankreich پرچم فرانسه رو براتون گذاشتم. Wohnort محل زندگیش که پاریس رو براتون گذاشتم. پاریس. Sprachen Deutsch Englisch Französisch. Familienstand وضعیت تأهلش. Das ist Paul. Er ist
26 Jahre alt und kommt aus Frankreich. Wohnt in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Paul spricht Französisch sehr gut, Englisch gut und Deutsch ein bisschen. ist verheiratet. اومدم پاول رو معرفی کردم. Das ist Paul. یاد گرفته بودیم که das ist برای اشاره به معرفی کردن شخص میتونه استفاده بشه. این پاول. ist 26 Jahre alt und kommt aus Frankreich و از فرانسه میاد که اهل فرانسه است. wohnt in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. اون توی پاریس زندگی میکنه. Hauptstadt که اینجا براتون هایلایتش کردم میشه پایتخت. der Hauptstadt von Frankreich. قبلا بهتون یاد داده بودم که وقتی میخوایم دو تا کلمه رو به همدیگه نسبت بدیم که مثل کسره فارسی هم عمل میکنه میگم پایتخت فرانسه. این رو میتونم توی آلمانی با فون بنویسمش. Der Hauptstadt von Frankreich. Hauptstadt Frankreich. Paul spricht Französisch sehr gut. میتونه خیلی خوب فرانسه صحبت بکنه. English good. چون اونجا براتون ستاره گذاشتم. فرانسهش 5 از 5 بود. انگلیسیش 3 از 5 بود. و آلمانیش 2 از 5 بود. پس اومدم اینجا بهش رتبه دادم. گفتم Paul spricht Französisch sehr gut. English gut und Deutsch ein bisschen و یک کمی هم آلمانی. ist verheiratet. اون متأهله. میرسیم به قسمت Hausaufgaben. Hausaufgaben. تمرینای تو خونه شما. من اینجا براتون یه عکسی گذاشتم و مشخصاتش رو هم براتون نوشتم بچه ها. مثل اون مثالی که با هم دیگه حل کردیم لطفاً این شخص رو معرفی کنید و اطلاعاتش رو بنویسید و برام توی کامنت ها این رو بفرستید. Was ist Ihr Familienstand? Was ist Ihr Familienstand? بچه ها اینم توی کامنت ها برام بنویسید. مرسی که این ویدیو رو هم دیدید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اگر که اینطوره خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو به زبان آموزای دیگه هم معرفی کنید. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!